با تشکیل دولت ماد، اقوام کوچکتر یکی پس از دیگری به تابعیت ماد درآمدند و پس از ساقط شدن امپراتوری قدرتمند آشور، قلمرو ماد از غرب به عراق و از شرق به افغانستان کنونی رسیده بود. اما در شمال همه چیز تفاوت داشت. در آن زمان کادوس‌ها، کاسپی‌ها و آمارت‌ها در گیلان و مازندران ساکن بودند. گیلان و مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی برای مادها بسیار مهم بودند. این منطقه دارای جنگل‌های انبوه، رودخانه‌های پرآب و زمین‌های فوق‌العاده حاصلخیز بود. از طرفی صنعت متالورژی و ساخت سلاح و ابزارآلات کاملاً وابسته به منابع چوب بود و دولت ماد که روابطش با بابل رو به سیاهی رفته بود، برای تجهیز بیشتر خود به سلاح‌های آهنین سخت به دنبال منابع چوب بود و چه جایی بهتر از گیلان و مازندران. بر اساس یافته‌های تاریخی، اقوام ساکن در گیلان و مازندران در مقابل نفوذ مادها مقاومت می‌کردند و حاضر به فرمان برداری از شاهان ماد نمی‌شدند. کتسیاس، پزشک دربار هخامنشی و مورخ سرشناس یونانی، گزارشی از نبرد مادها و کادوسی‌ها ارائه کرده است. استرابون نیز گزارش کرده که مارکوس آنتونیوس، سردار رومی، در یکی از لشکرکشی‌هایش متوجه شد که کادوسی‌ها و آمارت‌ها جنگجویان فوق‌العاده ماهری هستند و تصمیم گرفت عده‌ای از آنان را به عنوان سربازان مزدور استخدام کند. از اینجا میتوان فهمید که قدرت جنگاوری مردمان گیلان و مازندران تا چه حدی بالا بوده است. گزارشی دیگر وجود دارد که شخصی به نام پارسد مورد خشم شاه ماد قرار میگیرد و مجبور به فرار به گیلان و مازندران می شود. او کادوس‌ها و آمارت‌ها را علیه ماد می شورد و باعث نبردی بزرگ بین ماد و اقوام گیلان و مازندران می شود که با شکست ماد همراه بود. اگرچه گیلان و مازندران تحت سلطه مستقیم ماد نبودند، اما روابط تجاری و فرهنگی میان این منطقه و حکومت ماد برقرار بود.